درود بر شما استاد گرامی آموزگار مهریار میرآفرین. امیدوارم که خوب و خوشحال باشید. درود بر شما کیخسرو گرانمایه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم با پرسش های شما. بسیار خوب استاد گرامی. و تا چند دقیقه تا جایی که من میدونم شما فارسی سرا هستید، تمام چاکومه ها، تمام آفریده هایتان، تمام کلمه هایتان با فارسی نوبی تاجیکی است و در روی سامانه ها هم نیز بسیار میبینیم که در مورد واژه فارس یا فارس که بسیار بحث هم برانگیخته می شود، بحث های تیزتون. در همین مورد میخواستم که شما شد روشن‌تر با ما شرح میدادید. بسیار خوب میشد. بسیار خوب. این واژه پارسی و فارسی چیزی هست که دغدغه امروز ایرانی‌ها هم هست. برخی از اقوام ایرانی بر این گونه‌اند و بر این باورند که چرا به زبان امروز ایران میگن زبان فارسی، در حالی که فارس نام یکی از استانهای ایران هست. بقیه استانهای ایران چی؟ دوست گرانمایه، یک نکته رو من اینجا به شما بگم و به همه بینندگان گرانمایه و گرانسنگ، اون اینی که مردمی که تاریخشون نشناسه، مردمی که گذشتهشون ندونه، نمیتونه که ره به آینده روشن بیابه. تاریخ ما آینده ما، گذشته ما سرنوشت ماست. این فرگفت مهرآفرینه. مردمی که گذشته را بدونن، این مردم دیگر گزند نمیبینن از کارهای، نمیخوان که یک بدی را دو بار تجربه کنند. اگر کسی یک راهی رو رفته باشد و در اون راه چاه باشد، دیگر به اون چاه نمیافتد. اگر گذشته خودش رو فراموش کنه که از اون راه رفته و به چاه افتاده، دوباره به چاه میفته. سرزمین ما چون تاریخ سوزی شده، چون گذشته ما را سوزاندن، این است که مردم ما امروز سردرگریبان هستند، سردرگم هستند. این یک پیش درآمدی بود که من بگم چرا مردم ما قومیگری به وجود میاد و چرا با هم این همه در نزاع هستند. برای اینی که میخواهند بیدار باشند، اما اون دارویی که در مغزشون هست تمام بدناشون رو سست و کرخ و فلج کرده است. تنها یک سر صدایی میکنن اما هیچ حرکتی نمیتوانند بکنند. پیرامون پارس و پارسی سخن بسیار هست که خسرو گرانمایه. استان فارس امروزی تا جایی که من میدونم نزدیک به 1000 سال پیش این نام فارس روی این افتاده و همان گونه که میدونید تخت جمشید رو پارسه و بر روی پرسپولیس میدونن. تخت جمشید هم در مرودشت هست. مرودشت هم نزدیک به، حالا من درست نمیخوام که رقمی رو بگم که نادرست باشه، بسیار نزدیک به شیراز هست که امروز کویان یا مرکز استان فارس هست. خب از اون توی دیگر ما پاسارگاد داریم که در مرغاب هست که اون هم باز در پیرامون تخت جمشید از تخت رستم است و نیایشسو یا کعبه زرتشت است. اینها ببین، این در و دیوار و سنگ و خشت با من مهرآفرین گپ میزنند. اینها رو دیگر نتونستن بسوزوننشون، شکستنشون ولی نسوزوندنشون. هنگامی که من پیرامون این پارس و پارسی گفتمان کردم، به یک واژه به نام پارس اوماژ خوردم که امروز یک شهری هست در پایین ایران، جنوب ایران، به نام مسجد سلیمان که نفتخیزترین شهر آسیا است و از هنگامی که دارسی آمده است اونجا و بیش از 100 و چند سال پیش تا اکنون نفت اینجا رو دارن در میارن و یک کان بسیار بای و غنی هست. و پارس سوماژ بر میگرده به جایی که اصلا نه اکادمیک میتونه در اونجا دخالت کنه و نه مورخی و نه چیزی، اما خرد میتونه. ما به کمک خرد و رایمون، یعنی شعورمون و خردمون، و اگر دلی آکنده از مهر داشته باشیم، میتوانیم که آمیخ‌ها، راستی‌ها و حقیقت‌ها رو دریابیم. DNA تاریخ و گذشتمون رو ما با خرد و رای و با مهر میتوانیم دست بیابیم.
پارسوماش به این گونه بوده که از دیرباز اونجا مرکز نفت و گاز بوده و گازهایی که به صورت طبیعی اینها از دل زمین برمی اومدن، این گازها به شوند تندر و آذرش یا رعد و برق اینها آتش میگیرند و اینها هنگامی که آتش که سالهای سال این آتش اونجا برافروخته باشه بدون که مردم بدونن که قانون گاز چیه، قانون نفت چیه. از این سو اون را آتش سپنتا یا اسپنتا یا آتش مقدس می نامدن و دور اون دست می گرفتند و از یمین و یسار همینطور که حافظ میگه اینها سرود می خواندند و نیایش می کردند. در اون زمان نه ابراهیمی بوده و نه کعبه‌ای بوده و نه مکه‌ای بوده و نه بودایی بوده و به هر حال این بر می گرده به ماورای این تاریخ آکادمی امروزی که ما داریم میبینیم. و از این رو ما پارسوماژی که میگن اوماژ یا آماژ، هدف در انگلیسی بهش میگن تارگت، آماژ که آماج خونده میشه چون تازی ها ژ نداشتن ج میگن، میشه مقصود، مراد، کعبه و آرمان. و آرمان پارس نخستین نیایش سوی هستی همون آتشکده‌ای بوده که برافروخته شده و چون نور می آفریده و چون در اونجا روشنی می آفریده و زمستانهای سرد و خشک اونجا رو گرما می بخشیده و به هر روی اون آیین مهری که در نیاگان ما پیش از این داستانها بوده، اینا ارتباطات بسیاری داره که در این زمان نمی گنجه. از این رو به این میگن پارسوماژ. اما پارس ها کیا بودن؟ ما در بخشبندی عرفان مهرآفرینی که امیدوارم فلسفه مهرآفرینی و عرفان و بینش مهرآفرینی یه روزی مردم اینو بخونن، ما بخش های مختلفی رو داریم. شما وقتی که میری بر میخوری به عرفان پس از تازش تازیان، این عرفان پس از تازش تازیان باز 7 مرحله رو داره، برمیگرده به همون 7 مرحله میترا، برمیگرده. این مراحل هنگامی که طی میشه و میره به جاهایی میرسه به هیربودی و به آتش بودی و میرود به جایی میرسه که به پارسایی و پارسی یک فروزه‌ای بوده، صفت مردم پرهیزگاری بوده، صفت مردمی بوده که در دل کوه ستاره شناسی رو میدونستن، به علوم روزگار، به علمهای مختلف طبیعه و ماورای طبیعه اینا دست پیدا کرده بودند و اینها مردمی بودند که دیگر از زرق و برق و دروغ و ریا و مال دنیا و حرص و آز رهیده شده بودند، به جای رسیده بودند که پارسی شده بودند و پارسایی شده بودند. پارسی را ما اگر 7 آسمان پنداشتیم، تاجیکستان آسمان 7مین پارسی است. پارسایی را ما اگر 7 آسمان پنداشت. ببین شما در همین سرود اگر برید خیلی کلیشه ها، کلیدهای صلحی هست که یک تاریخ پنهان رو باز میکنه. این پارسی و پارسایی من همیشه میگم پیرو و پیر هم هستند. پیرو و پیر، این پیر مغانی که ما از اون سخن میگیم و این پیر به این نیست که سال خورده باشه یا فرفوت باشه یا سنی ازش گذشته باشه، بلکه اینها یک مراحلی رو طی میکنند تا به مرحله پیری و پارسایی برسن و به مرحله پامیر یا پامیری برسن. حال ما میگیم باز من به پامیر برخورد کردم و اونها هم یک سرزمین شگفت انگیز دیگر بوده در تاریخ پنهان ما، نه تاریخ آکادمی. تاریخ آکادمی اینا 2006 ما در بوردر لس آنجلس یک کتابی چاپ کرده بودن در اندازه یک کرسی، شاید 2 متر در 1.5 متر، نوشته بود که پرژین امپایر، امپراتوری پارسی ها، تیمور لنگ. ما اینگام که گفتگو میکردیم میگفتن آقا این تیمور لنگ تاریخ آکادمی شماست. تاریخ آکادمی ما رو دشمن نوشته، کسانی که به همه چیز ما آسیب رسوندن. ما اینگامی که میخوایم که سخن از پارسایی داریم میکنیم، تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسایان مددی تا خوش آسان برویم. حافظ بسیار بسیار پل بسیار نازک و بسیار پل بدون
دغدغه و روشنی هست که ما را از امروز به گذشته های دور میرسونه و به ویژه اینی که در سخنان حافظ هنگامی که ما بر میخوریم به مهری ها و پارسی و پارسایی، دقیقاً این همون وهومن و این همون سروشی هست که از نیاگان به این پیر فرزانه رسیده و از اونجا ما میبینیم که در خرابات مغان نور خدا میبینه. اینها نکته هایی است که کیخسرو گرانمایه در یک زمان نمی گنجه، ولی اون چیزی که من میخوام بگم، پارسایی الان صفت مردم فرازمند تاجیکستانه. نه جنگ میکنن، نه برادرکشی میکنن، نه آلت دست اینون هستن. با همه دار و ندارشان دسترخوان و پهن میکنن، دستگیری میکنن مردم را، کوشش میکنن که خودشان را آراسته، خودشان را مهربان نشان بدن. پارسایی یک صفت و یک فروزه هست، نه یک ژن مخصوصی که ما این ژن رو از اونجا از آزمایشگاه فلان ورداریم شیراز ببریم در فلان جا این ژن رو بخوایم که ما پرورش بدیم در چینا. هر کسی میتونه به مرحله و به اپر جایگاه پارسایی برسه و کمبوجیه نخست هم خودش رو از اون تبار میدونست. برای اینی که جایگاه اون در ایزه مالمیر از خوزستان در نزدیکی های همین پارسوماج و مسجد سلیمان و اینا خودشون رو پیر و مثلا پامیر و پارسا میدونستن و پسر این که کوروش بزرگ باشه اومد و پادشاهی پارس را، پارسایی ها را درست کرد و ما درست کار کوروش بزرگ رو در بابل انگامی که میره با اسلحه نمیره و با مهر مردم رو فرا میخونه، به همه مذهب های اون روز، دین های اون روز به دیده مهر و احترام نگه میداره. این پارسی و پارسایی هست. امیدوارم که من بسیار فشرده و کوتاه گفتم، امیدوارم که شما نکته رو گرفته باشین دوست گرامی. سپاسگزارم استاد گرامی، بسیار آموزه خوبی بود واقعا. سپاسگزارم از شما. امیدوارم که برنامه‌های دیگر هم باز پرسش های شما پیرامون اینه که آیا ما در برنامه های گذشتمون آیا ما روزه داشتیم، آیا ما نماز داشتیم، آیا نیایش پدران ما به چه گونه بوده، آیا اینها پرسش هایی هست که بسیار دارند و من به فراخور دانشم میگم. من هیچ اصراری ندارم. گپ مهرآفرین را بپذیرید، گپ مهرآفرین را به خرد خودتون بسپارید. اگر خردتون با اون سازگار بود میپذیرید و شما هم در